درود شنوندگان عزیز، امروز 17 ایون 2020 سال و اینجا استودیو مرکزی رادیو موجر است. مهمترین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را در ساعت 13 به وقت مسکو از استودیو مرکزی رادیو موجر میشنوید. خبرها را از وضع امروزه در تاجیکستان و قرقیزستان شروع میکنیم. 16 ایون سال روان در وزارت کارهای خارجه جمهوری قرقیزستان ملاقات سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان نظیر مدلی زاده با مسئولان نهادهای دخلدار قرقیزستان اوید و مسائل سرحد برگزار گردید. جانبان موافقت پنگ کردن مواد دارای خصوصیت‌های اغواءانگیزی را که به برانگیختن کینه و عداوت بین ساکنان منطقه‌های نزدیک سرحدی دو کشور نگرانیده شده‌اند تاکید کردند. وزارت کارهای خارجه اهمیت مهم داشتن کارهای متأصل را با مقصد تأمین ثبات و رضایت قومی، پیشنهاد معلومات درست و با اعتماد به مسائل سرحدی و اندیشیدن چاره‌های دخل‌دار را مهم می‌شمارد. قید کرده می شود در خبر دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه جمهوری قرقیزستان. اینچنین گفته می شود که جانب‌ها اوید به تشکیل سفرهای کوتاه مدت مسئولان ساحه‌های دخلدار مبادله افکار نمودند. با وجود گفت‌وشنودهای سطح عالی و آمادگی هر دو کشور برای حل و فصل مشکلات در منطقه‌های سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان، مناقشه‌های مختلف در بعض موارد مسلحانه نیز به میان می‌آیند. خبرها را از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر پروازها را در خط‌سیر دوشنبه خاروق دوشنبه برقرار می‌کند. قرار از جانب شرکت در این سمت 16 ایون سال جاری به تصویب رسیده است. فروش چپته ها پس از ثبت نام مسافران برای پرواز صورت می‌گیرد. خواهشمندانی که چپته می‌خرند باید به نمایندگی شرکت در شهرهای دوشنبه و خاروق تماس گیرند. گفته می شود در خبر کوتاه شرکت ملی هوانوردی تاجیکستان تاجیک ایر. ارزش چپته یک طرفه به گفته مسئولان شرکت هواپیمایی در حال حاضر 990 سومونی را در بر میگیرد. به کودکان تا سن 11 ساله باشد 50% تخفیف پیش بینی شده است. کودکان سن 5 ساله باشد از خدمت رسانی شرکت هواپیمایی تاجیک ایر به طور رایگان استفاده می کنند. پرواز میان دوشنبه خاروق دوشنبه توسط هواپیمای ان 28 صورت میگیرد. حرکت پروازها میان دوشنبه و خاروق از ماه اکتبر سال گذشته متوقف شده بود. قبلا این پروازها از دوشنبه به خاروق نیز توسط هواپیمای ان 28 شرکت تاجیک ایر انجام داده میشد. شما مهمترین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید و از تاجیکستان به مسکو برمیگردیم. سربازان حربی 12 کشور برای شرکت در پرد غلبه که روز 24 ایون در میدان سرخ مسکو برگزار میگردد به روسیه آمدند. گفت فرمانده ستاد فرماندهی ارتش روسیه الک سالیوکوف. معین کرده شده است که سربازان از کشورهای آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، چین، مولداوا، مغولستان، سربیا، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان علاقه به روسیه رسیدند. اکثر نظامیان کشورهای سابق اتحاد شوروی در مشق‌های گشت نظامی که از روز 15 ایون در میدان سرخ مسکو آغاز گردیدند شرکت کردند. وزارت مدافع روسیه تاکید میکند که همه سربازان و افسران کشورهای خارج هنگام وارد شدن به روسیه پر از تشخیص طبی گذشته در زمینه پاندمی از کرونا ویروس از آنها تست های سنجشی گرفته شده است که یگان عدد نشانه های مثبت کشف نگردیده است. گشت نظامی امساله به افتخار 75مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی امسال 24 ایون در مسکو برگزار می‌گردد. در این زمینه سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح روسیه پرزیدنت ولادیمیر پوتین قرار به توصیف رسانیده بود و جهت شرکت سربازان و افسران کشورهای سابق شوروی دعوتنامه فرستاده شد که دعوت را همه کشورها پذیرفتند. همچنین شرکت سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل نیز در رفت پرد پیشگویی کرده می شود.
از مسکو به چین می رویم. دو فرودگاه بین المللی شهر پکین شودو و دینگینگ و پس از بلند شدن سطح واکنش شدید در شهر با سبب ظهور نوع تکراری کرونا ویروس 1255 پرواز را بکار کردند که در این میان نیز از زیادی آن پروازهای بین المللی را در بر می گرفتند. صبح همین روز چهارشنبه 17 ایون 615 پروازهای داخلی و بین المللی از فرودگاه شودو و دینگینگ بکار کرده شدند. مسافرانی که قبلا چپته خریداری کرده بودند طریق اسمس پیامک آگاهی دریافت کردند. آنها می توانند که پرواز خود را به وقت نامعینی باقی گذارند و یا مبلغ‌های خود را بازپس بگیرند. حالا در بیمارخانه‌های سرایتی شهر پکین جمهوری مردم چین 137 نفر بیماران با سرایت تکراری ویروس کووید 19 بستری شدند که وضع آنها را طبیبان مخصوص وابسته شده نظارت می‌کنند. یادآور می‌شویم که خروج نوع تکراری کرونا ویروس در بازار کلان یک لخت فروشی سیندفع به قید گرفته شده بود که در حال حاضر شهرداری پکین با یک قرار خود فعالیت بازار مذکور را موقتا باز داشته رهبریت ساختارهای بهداشتی، تندرستی و مأموریت بازار مذکور را از وظیفه اشغال نموده‌شان سبکدوش کرد. چاره‌های پیشگیری کننده مبارزه ضد کرونا ویروس در پکین دوباره جاری کرده شده حالت اضطراری چند وقت پیش به انجام رسیده از نو برقرار کرده شد. مقامات پایتخت چین به ساکنان و مهمانان توصیه نمی‌دهند که از شهر بیرون روند و در حالت ضروری هنگام خارج شوی از شهر آنها باید حتما شهادتنامه درباره سنجش منفی کووید 19 را به مقامات مسئول پیشنهاد نمایند. مهمترین تفصیلات تاجیکستان و خارج آن را مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید و از جمهوری مردم چین به ایالات متحده آمریکا می رویم. قرار اصلاحات پلیس که روز 16 ایون از جانب پرزیدنت شتات‌های متحده آمریکا دونالد ترامپ به امضا رسید به فعالیت من بعده خادمان پلیس آمریکا یک قطار محدودیت‌ها را در پی دارد، خصوصا هنگام بازداشت و نگهداری شخصان گمانبر شونده از جانب ماموران انتظامی. از شعبه های پلیس طلب کرده می شود که استانداردهای نو شده استفاده قوای جسمانی را هنگام دستگیر کنی گمانبران به کار برند. انتخاب دقیق کادرها در صف مقامات پلیس آمریکا نیز به نقشه گرفته شده است تا شخصان پیش به قانون ویرانکنی دست زده به صف کارمندان پلیس راه نیابند. کنگره شتات‌های متحده آمریکا اینچنین تشبس‌های قانونگذاری را تهیه می‌نماید که به اصلاحات پلیس روانه شدند. قید می‌کند صدای آمریکا. ما می توانیم به شبهه به کارهایی که در پالاتای نمایندگان و سنات اجرا می شوند چیزی علاوه کنند که بهر اصلاحات ساحه پلیس بخشیده می شوند. ما در یک جایگه راه حل این مشکلی را دریافت خواهیم کرد، ابراز داشته است دونالد ترامپ. در مراسم امضای فرمان اصلاحات پلیس آمریکا در کاغذ سفید خویشاوندان آمریکایی‌هایی که در برخورد با کارمندان پلیس فوت دیدند شرکت داشتند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ضرورت حساب‌دهی پلیس را در نزد جامعه بلند برداشتن سطح کسبی و معیارهای اخلاقی کارمندان پلیس را از قدم‌های اول اصلاحات مذکور عنوان کرد. هر یک کارمند پلیس باید داند که او خدمتگار خلق و جامعه است. هر یک خادم پلیس باید درک کند که برای هر یک عمل خود در نزد جامعه شهروندی امریکا حساب دهنده است. پلیس باید داند او وظیفه مقدس یعنی تأمین امنیت جامعه را برداشت دارد. از این رو رفتار او باید شایسته تحسین دیگران باشد. تاکید داشته است پرزیدنت شتات‌های متحده آمریکا دونالد ترامپ. سامیان عزیز، شما مهمترین تفصیلات این ساعت تاجیکستان و جهان را طی بیش از 10 دقیقه مستقیما روی موج رادیو موجر شنیدید. حالا در مسکو ساعت 13 گذشته است و در ساعت‌های بعدی ما شما را با مهمترین تفصیلات تاجیکستان و جهان نیز آشنا خواهیم ساخت. سلامت باشید.